سبحان خالقی که صفاتش ز کبریا در خاک عجز می فگند عقل انبیا. سبحان ثانی که گشاید به هر شبی از روی لعبتان فلک نیلگون غطا. محاکمه پروفسور پوپنک در محکمه زبان فارسی. به محکمه زبان فارسی شکایت‌های گوناگون و زیادی رسید که شخص بیسواد و نادان و یاوه‌گویی به نام پروفسور پوپنک لباس جعلی و تقلبی علم و دانش پوشیده و تعدادی از مردم فریب می‌ده و با ادعای فهم و دانش و بلند پروازی در هر مورد اظهار نظر میکنه و با وجود ارتکاب صدها غلطی باز هم نمیشرمه و با نهایت وقاحت در هر رشته از علوم دینی و قرآنی گرفته تا شعر و ادب و هنر و موسیقی و غیره داد سخن میته و با غرور بیپایان اراجیف خود کتاب مینامه و به مردم امر میکنه که چرند و پرند و خزعبلات او را بشنوند. بله، صدها شکایت در مورد این انسان فریبکار و حیله‌گر و تقلبکار به محکمه موقر زبان فارسی رسیده بود. شکایت هایی از شعرای بزرگ و نابغه های شعر و ادب و عرفان مانند مولانا، ابوالمعانی بیدل، حافظ، سعدی، خیام و غیره و نیز از فرهنگ ها و لغتنامه ها و از علم و دانش و فهم و درایت و از سواد و قلم و زبان و از شعر و سخن و ادبیات و از اخلاق و تربیه و غیره و به این ترتیب صدها بلکه هزارها شکایت به محکمه زبان فارسی بر ضد پروفسور پوپنک رسید. محکمه قاضی دستور زبان موظف ساخت که این پرونده ها را بررسی و به این شکایت ها رسیدگی کنه. قاضی دستور زبان دو پلیس با نام های املا و انشا وظیفه داد که بروند و این شخص که اقدر شکایت های بیشمار علیه او در محکمه آمده بیارن. پلیس املا و انشا رفتن و از کوچه های بدبو و متعفن و تاریک و نجاست آلود ویدیوهای این شخص به طرف خانه او به راه افتادند و در تمام این راه تاریک و پلید این دو پلیس محکمه اوق می زدند و دلبد می شدند و خدا می گفتند که زودتر به خانه او برسند و او را دستگیر کرده به محکمه بیارن. آدرسی که محکمه دستور زبان یا محکمه زبان فارسی به پلیس املا و پلیس انشا داده بود این قسم بود: پروفسور پوپنک، ساکن شهر جهالت آباد، محله بیسوادان، کوچه دروغ و بی‌حیایی و بیشرمی و چشم سفیدی. هر دو پلیس به خانه او رسیدند. او خانه ای داشت که بسیار کلان و مجلل بود. خشتایش از دروغ و نفاق و بی‌حیایی و منافقت و ریاکاری و کفر و الحاد بود. ظاهرش مجلل و با شکوه اما باطنش پلید و مردار و چتل و بدبو و نجس. ظاهرش روشن اما باطنش بسیار تاریک مثل دل شیطان و دل خودش. دو پلیس محکمه دستور زبان دروازه پروفسور پوپنک تک تک کردند. پروفسور پوپنک فکر کرد شاید یکی از فریب خورده هایش باشه که همراه خود تحفه لایک آورده باشه. دوید و دروازه را باز کرد. امی که چشمش به دو پلیس افتاد که به نشانهایشان نوشته شده بود پلیس املا، پلیس انشا، رنگش پرید و برگشت و فرار کرد. اما قسمی که شیطان از شنیدن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و از آن میگریزه و در حالت گریز فیرهای هوایی میکنه. پروفسور پوپنک رفت و در یکی از زیرزمینی هایی که از دروغ و شیطنت و منافقت و غیره ساخته و شبیه لانه های خفاش بود پد شد. پلیس املا و پلیس انشا با بلندگو پروفسور پوپنک اخطار دادند و گفتند هر کجا پنهان شوی ای گبر پیدا میکنیم، مشتت ای ابلیس بازو مکرت افشا میکنیم. اونا به پروفسور پوپنک با آواز بلند اخطار دادند و گفتند اگر خود تسلیم نکنی ما میاییم داخل و تو را از هر غاری که دو پد شدی بیرون آورده گرفتارت میکنیم و او وقت جرمت زیادتر میشه. پروفسور پوپنک با شنیدن اخطار ترسید و از غار بسیار تاریکی که از مواد کفر و الحاد و دروغ و شیطنت ساخته و دو پد شده بود بیرون آمد و ترسان و لرزان به طرف دروازه که پلیس املا و پلیس انشا ایستاده بودند آمد. چون صحن خانه پروفسور پوپنک که از پول فریب و تراری و دغلبازی او را اعمار کرده بود بسیار وسیع و کلان بود، از غار نشیمنش تا دروازهش فاصله قابل ملاحظه‌ای بود. پلیس انشا و پلیس املا متوجه شدند که پروفسور پوپنک چاک چاک قدم می‌ورداره.
این دوتا پلیس که چند سالی در رشته طب تحصیل کرده، اما با شنیدن خبر افزایش جرایم و جنایات پروفسور پوپنک علیه زبان و شعر و ادب فارسی و استادان و نابغه های زبان نازنین تحصیل در طب رها کرده و به وظیفه مقدس پلیس در محکمه زبان فارسی پیوسته بودند، با دیدن چاک چاک آمدن پروفسور پوپنک شوق بحث های طبی به سرشان زد و با هم چنین گفتگو کردند. پلیس املا گفت چه فکر میکنی پلیس انشا؟ همی پروفسور پوپنک چوره است، از همین سبب چاک چاک را میره. و پلیس املا دلایل خود گفت. پلیس انشا گفت نه بیادر، من فکر میکنم پروفسور پوپنک اپندیست یا اپندکس داره. و پلیس انشا هم دلایل خود بیان کرد. سرانجام هر دو پلیس گفتند زیاد بحث نمی کنیم، اون خودش آمد بیا که از خودش پرسان کنیم تا ببینیم تشخیص کدام ما درست است. وقتی که پروفسور پوپنک نزدیک شد و هر دو پلیس به دستهای او دو الچک یا دستبنده که یکی ذلت و دیگرش حقارت نام داشت زدند، برش گفتند که اگر نمی آمدی و ما می رفتیم و تو را از غارت می کشیدیم، او وقت دو الچک قوی تره که یکی لعنت و دیگهش نفرین نام داره به دستهایت می زدیم و به گردنت هم طوق لعنت می انداختیم. دی وقت پلیس ها از پروفسور پوپنک پرسیدند آقای پوپنک چرا این قسم چاک چاک را می گردی؟ ما هر دو یک وقت محصل طب بودیم، به همون اساس هر یک از ما تشخیص هایی در مورد وضع صحی خودت کردیم. یکی از ما گفت تو چوره هستی و دیگه ما گفت تو اپندکس داری. تشخیص کدام یک از ما دو تا درست است؟ پروفسور پوپنک گفت متاسفانه نه تنها تشخیص شما هر دو درست نیست، بلکه تشخیص خودم هم درست نبود. هر دو پلیس با تعجب پرسیدند چطور؟ پروفسور پوپنک گفت وقتی که من از نزد شما گریختم و شما مرا تهدید کردین، من در شکم خود یک درد حس کردم. فکر کردم یک پرنده بادی است که میخواد از قفس بپره. وقتی زور زدم و فشار آوردم دیدم که نه پرنده نبود، بلکه یک چیز سخت بود که پرواز کرده نمیتونست اما پایین افتید و اینما به خاطر از او به خاطر سنگینیش چاک چاک میگردم. پلیس املا و پلیس انشا نزدیک بود از خنده زیاد گرددر چوان. گفتن الا زود برو خدا بشوی پاک و بیا، اما هوش کنی که در فکر فرار نباشی. هر دو پلیس پروفسور پوپنک کشان کشان به طرف محکمه زبان فارسی می بردند و پروفسور پوپنک در فکر میکرد که چطور یگان راه پیدا کنه، یگان بهانه پیدا کنه و از پلیسا فرار کنه یا فرار کنه. در این وقت شیطان هم خدا به پروفسور پوپنک رساند و در گوشش گفت اولو در کجا میری؟ نرو که تو را محاکمه میکنن، تو جرمای بسیار بزرگی را علیه زبان فارسی و شعر و ادب و شعرا و سخنوران و عرفا مرتکب شدی. پروفسور پوپنک گفت میفهمم لالا شیطان، به من یاد نته، من سالا تو را درس دادم، حال تو آمدی به من راه نشان میتی. من خودم دی چرت هستم که چطور از دست اینا فرار کنم. هر دو شیطان در همی گفتگوی پنهانی بودند که ناگهان به نظر پروفسور پوپنک تابلوی خورد که در اون نوشته شده بود معاینه خانه مشترک دکتر راستی و دکتر حقیقت. با دیدن این تابلو پروفسور پوپنک در حالی که سخت و خطا هم بود یک لحظه چرت زد و با خودش گفت یافتم. بر دو پلیس گفت من تکلیف دارم، اجازه میتین که من به همین معاینه خانه برم و کمی دوا بگیرم؟ البته پروفسور پوپنک میخواست که تصدیق مریضی بگیره و به این ترتیب از محاکمه شدن فرار کنه و آرزو داشت که معاینه خانه دکتر دروغ پیدا کنه که به آسانی میتونست تصدیق بگیره. اما پلیس ها نمیماندنش که این طرف و او طرف بروه تا نشه که فرار کنه. پلیس املا و پلیس انشا از روی بشردوستی به این شیطان اجازه دادن که در معاینه خانه داخل شوه، پشتش رفتن. دکتر راستی و دکتر حقیقت وقتی پروفسور پوپنک دیدن بینی های خود با دستایشان محکم یا محکم گرفتن و از بوی بدش دلشان بد شد و گفتند برای که معاینه خانه ما را چتل و بدبوی کردی. اما پلیس املا و پلیس انشا به دکترها عذر کردند که این ابله بی‌حیا مریض است،
لطفاً ولو که براتان سختم است او را معاینه کنین. دکتر راستی گفت بیا پیش و گفت بگو چه تکلیف داری. پروفسور پوپنک گفت دکتر صاحب ما وقتی که به سر یا به طالاق استاد میشم داخل کلیم بسیار خون سرازیر میشه، اما وقتی که به پای استاد میشم هیچ خون به پایم نمیایه. البته من اکثرا به کله و به طالاق استاد میشم. دکتر راستی پروفسور پوپنک معاینه کرد و گفت چون کلیت مثل یک کدوی خالی است، از این سبب وقتی به طالاق استاد میشی در کلیت جوی خون سرازیر میشه چون خالی است، اما وقتی به پای استاد میشی چون پاهایت خون دارن و پر هستن از این سبب خون در پاهایت سرازیر نمیشه. دکتر راستی یک نسخه برای پروفسور پوپنک داد که محتوایش این قسم بود: تابلت انتی دروغ، کپسول انتی بی‌حیایی، شربت انتی چشم سفیدی و لوچکی، پیشکاری اخلاق و انسانیت و ادب و تربیه و دواهای دیگری از این قبیل. و برش توصیه کرد که اگر میخوایی کلیت مغز پیدا کنه و پوپنک هایت از بین بره و از مرض شرم‌آور بیسوادی خلاص شوی، بعد از اینکه محاکمه یا محاکمه پایان یافت و مدت مجازات طی کردی، برو و 10 سال کورس سوادآموزی کلان سالا را بگی. پروفسور پوپنک هرچی کوشش کرد که از دکترا تصدیق بگیره تا از رفتن به محکمه زبان فارسی نجات پیدا کنه نتانست و دکترها برش گفتن تو باید محاکمه شوی به خاطر جنایت هایی که بر ضد زبان و فرهنگ و شعر و ادب و شعرا و راستی و صداقت و شرم و حیا و عقل و دین و دانش مرتکب شدی. پروفسور پوپنک در حراست پلیس ها با محکمه زبان فارسی رسید که اونجا قاضی دستور زبان آماده آغاز محاکمه بود. در محکمه تعداد زیادی از شاکیان آمده بودند: حضرت مولانا ابوالمعانی بیدل، حافظ شیرازی، سعدی شیرازی، رودکی، خیام، عطار، حکیم سنایی و شمار دیگر، و همچنان شعر و ادب، فرهنگ ها و لغتنامه ها. و پروفسور پوپنک با ترس و لرز داخل محکمه شد. استادان شعر و ادب زبان فارسی و شاکیان دیگر با خشم و غضب به سوی او دیدند. قاضی دستور زبان محاکمه را شروع کرد و چنین گفت: به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. و قاضی از شیخ اجل سعدی شیرازی اجازه خواست که در وصف پیامبر گرامی اسلام، رهبر بزرگ بشریت، شعری از او را بخوانه. شیخ اجازه داد و قاضی دستور زبان چنین خواند: ای چشم و چراغ اهل بینش، مقصود وجود آفرینش، صاحب دل لا ینام و قلبی، مهمان ابی تو عند ربی، در وصف تو لا نبی بعدی، خود وصف تو زبان سعدی. با شنیدن شعرها که در حمد پروردگار و نعت حبیبش محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و از بزرگترین شعرا و نابغه های ادب فارسی است، جان پروفسور پوپنک به لب رسید. به ویژه نعتیه سعدی که در آن متن 3 سخن گوهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گنجانیده شده و به این ترتیب این نعتیه زیبا حیثیت شیر و شکر به خود گرفته است. در حقیقت جان پروفسور پوپنک با 2 دلیل به لب رسیده بود: یکی که سعدی توصیف سردار عالم پیامبر نور و رحمت را میکرد که پروفسور پوپنک با او دشمنی میورزه، و دومی به خاطر وجود جملات عربی که او از عربی هم دل خوش نداره چون که معنایش نمیفهمه، و از همینجا است که بسیاری از کلمات عربی موجود در زبان فارسی را که تا 50% بلکه بیشتر است نمیفهمه و غلط تلفظ میکنه. و این یکی از بزرگترین دلایل بیسوادی شخص جاهل بیسواد حقه‌باز است. به هر حال قاضی دستور زبان بعد از حمد و ثنای خداوند و نعت پیامبر عظیم الشأن اسلام و رسانیدن جان پروفسور پوپنک به لب، آغاز کار محکمه را اعلان کرد و طبق معمول محاکم نخست از شاکیان و متهم یا مجرم خواست که خود معرفی کنند و از آنجایی که اساتید بزرگ شعر و ادب فارسی را
همگی میشناسند. با اونا گفت اساتید بزرگ شما را همه دنیا میشناسند، اما باز هم چون تعامل محاکم همیست لطفاً خود معرفی کنین. استادا یکی به دیگه اشاره میکردن که خود معرفی کنه. سرانجام از مولانا خواستن که خود معرفی کنه. مولانا این قسم معرفی شد. گوشه میخانم پیر رومی مرشد روشن ضمیر، کاروان عشق و مستی را میر، منزلش بر طرز ماه و آفتاب، خیمه را از کهکشان سازد نور قرآن در میان سینه‌اش، جام جم شرمنده از آیینه‌اش، ظاهر و سوزناک و آتشین، باطنی و نور رب العالمین، از نی یا نی نواز پاکزاد، باز شوره در نهاد منفتان، چون نی بنوا آمد با نغمه مستانم، رنده به طرف برخاست از گوشه میخانه، رنده به طرف برخاست از گوشه میخانه. الله 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 محکمه از حافظ پرسید حضرت حافظ شما را چرا حافظ میگن؟ لطفاً خود معرفی کنین. حافظ چنین معرفی شد.
عشقت رسد به فریاد، عشقت رسد به فریاد. گر خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی، در 14 روایت حضرت حافظ با معرفی کردن خود ادامه داد و گفت صبحخیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هرچی کردم همه از دولت قرآن کردم. اینجا پروفسور پوپنک سخت به چرت رفت و با خود گفت من قرآن با درد میگم و توهین میکنم و اینا همه چیز خود از دولت قرآن میدانند و باز من خود با حافظ و بیدل و مولانا و غیره پیوند میزنم و دربارهشان برنامه‌های چتل و مزخرف میسازم. اگر یک دفعه محکمه مرا به خاطر از این جرم هم محاکمه کنه باز چطور کنم؟ پوپنک اخیر به همین چرت بود که محکمه به حافظ گفت جناب استاد لطفاً آدرس خود هم به حاضرین بگویین. حافظ گفت حافظ به کنج میکده دارد قرارگاه، کالطیر فی الحدیقه و لیث فی العجم. پروفسور پوپنک با شنیدن کلمه میکده از زبان حافظ کمی خوش شد و گفت این یک وجه مشترک بین ما و حافظ پیدا شد، او هم در میکده مسکن داره و ما هم. حافظ متوجه شد و گفت نیگم شو بی سواد، ما قبلا به تو گفته بودم که میکده ما میکده عشق الهی و عشق قرآن و پیغمبر است و نه مثل میکده چتل تو که در اوجا رفتی و کالایت چتل کده برآمدی. ما قبلا هم به تو گفته بودم که خرم دل آن که همچو حافظ جامی زمه الست گیرد. محکمه از حضرت حافظ خواست که آدرس خود باز تکرار کنم. حافظ گفت حافظ به کنج میکده دارد قرارگاه، کالطیر فی الحدیقه و لیث فی العجم. اینجا باز به جان حقیر پروفسور پوپنک لرزه افتاد و با خود غمغم کرد و گفت من از قرآن و عربی بیزار هستم و از استیلا و بیفرهنگی اعراب گپ میزنم و این آبغه ها و استادای شعر و ادب اشعار عربی میگن. اینجا سعدی غمغم پروفسور پوپنک شنید و در حالی که با قهر و خشم به طرف بیسواد الدنگ میدید گفت این ما هم شعر عربی گفتم بشنو که جانت برایه. سعدی گفت سل المصانع رکبا تهیم فی الفلواتی، تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی. شبم بروی تو روز است و دیده ها به تو روشن و این هجرت سواء عشیتی و غداتی. فراق نامه سعدی عجب که در تو نگیرد و این شکوت الی الطیر نحن فی الوکنات. پروفسور پوپنک با آن که آدم پر رو و چشم سفید است چشمای خود به زیر انداخت و نتانست به استادان شعر و ادب فارسی نظر کنه، اما هی با خود تکرار میکرد استیلای عرب، استیلای عرب بی فرهنگ، استیلای عرب بی فرهنگ. محکمه به حضرت بیدل گفت ابوالمعانی شما خدا معرفی کنین، گرچه از معرفی شدن مستغنی هستین. ابوالمعانی بیدل چنین معرفی شد: نشهی ازل دارم، نشهی ازل دارم، همچو دانه انگور شیشه در بغل دارم، شیشه در بغل دارم، همچو دانه انگور شیشه در بغل دارم، شیشه در بغل دارم. معنی بلند من فهم تند میخواهد، معنی بلند
فهم تند و میخواد معنی بلند من فهم تند و میخواهد معنی بلند من رسانیده بنیده پامگه پامگه رسان سیر فکرم آسانه کوهم و کتل دارم کوهم و کتل دارم سیر فکرم آسانه کوهم و کتل دارم کوهم و کتل دارم ترک سود و سودا کن حتی هر تمنا کن ترک سود و سودا کن ترک سود ترک سود ترک سود و سودا کن ترک سود و سودا 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 سرگر گم گم پم پد پد سنی سنی رسان سرگر pamagare sani da pamagare sa second tark sud sauda kon khatte arthamna kon tark sud sauda kon re sani da pani da pamagare sa mai puro tarapa kon Manamina maldara Manamina maldara Tarke sud sauda ko Manamina maldara Manamina maldara Mai parasti chada Nishay azaldara Nishay azaldara Nishay azaldara Nishay azaldara Second Second حضرت سعدی پیش از حضرت بیدل خود چنین معرفی کرده بود: در اقصای عالم بگشتم بسی، بسر بردم ایام با هر کسی، تمتع به هر گوشه‌ای یافتم، ز هر خرمنی خوشه‌ای یافتم. گل آورد سعدی سوی بوستان، به شوخی و فلفل به هندوستان. بعد از این که شعرا خدا معرفی کردند، فرهنگ‌ها و لغتنامه‌ها و شعر و ادب فارسی و سایر شاکیان نیز خود معرفی کردند. قاضی دستور زبان به پروفسور پوپنک گفت: حال تو خود معرفی کو، که به این تعداد زیاد از تو شکایت کردند. پروفسور پوپنک گفت: این جانب شفیگک، من از این خاطر خود شفیگک میگم که بعضی از مسلمان ها مرا شفیگک میگن، به خاطری که من همسر پیغمبرشان توهین کرده و آیشگک میگم. من مشهور به پروفسور پوپنک هستم چون ذهن و مغز من پوپنک زده است و مسلمان ها مرا از این خاطر هم پوپنک میگن، به خاطری که من دینشان
دین پوپنک زده میگم. من دشمن اسلام، دشمن قرآن و دشمن مسلمان هستم. در اینجا شعرهای بزرگ فارسی، ادبیات فارسی، سواد، علم، دانش، شعر، راستی، صداقت، شرم، حیا که اونا هم جمله شاکی ها بودند، با قهر و غضب سر و فریاد کشیدند که تو دشمن ما هم هستی. تو ما را با استعمال غلط لغت ها و شرح رسوا و پوچ و خنده آور اشعار ما و پیوند زدن خودت و کثافت ها و مرداری هایت به ما و پر کردن جیب هایت با سوء استفاده از اشعار و نام و شهرت ما بدنام کردی و میکنی. تو باید گنگه شوی و دیگه از شعر و ادب و شعرا و استادان و نابغه های زبان فارسی که این زبان برادر صمیمی زبان عربی است حرفی به زبان نیاری. و از استادای نابغه زبان فارسی که حافظان و مفسران و شارحان قرآن و حدیث هستند و تو دشمن لوده و کودن قرآن و حدیث هستی گپ نزنی. اینجا قاضی دستور زبان فکر کرد که شاید استادان بزرگ شعر و ادب و فرهنگ ها و لغتنامه ها پروفسور پوپنک زیر پاهایشان لگدمال کنند. لذا جلسه را تعطیل کرد و گفت نوبت دوم محکمه بعداً اعلان خواهد شد. پلیس املا و پلیس انشا به امر قاضی دستور زبان پروفسور پوپنک در سیاهچال متعفن و تاریک و زشت جهالت و بیسوادی و حقارت و ذلت زندانی کردند. تا برنامه بعدی که در او باز هم شما را از روند محاکمه پروفسور پوپنک در محکمه زبان فارسی با خبر خواهیم ساخت، شما را به خداوند کریم و رحیم می سپاریم.